سلام. اگر بگم امیدوارم که حالتون خوب باشه فکر میکنم جمله مناسبی نباشه، چون که مطمئنم که حال هیچ کدوممون خوب نیست. تصمیم گرفتم که هر از گاهی از طریق تکنیک های صدا راهکارهایی رو به شما بدم برای تخلیه انرژی های خسته و سنگینی که این روزها هممون رو تحت تاثیر قرار داده و اذیت کننده و آزاردهنده هستش. این به این معنی نیستش که بخوایم عادی سازی کنیم، فقط صرف این که الان زمانیه که باید بتونیم بایستیم، باید بتونیم دوام بیاریم تا از این گذار سخت رد بشیم و اون چیزی که قراره به دست بیاریم رو به دست بیاریم، صرفا برای اینکه بتونیم این مسیر رو یکم تلطیفش کنیم. تصمیم گرفتم که توی یک سری از ویدیوهایی که میتونه از طریق تکنیک های صدا و یا تکنیک های دیگه به شما کمک کنه که استرستون رو کمتر کنید و حال بهتری رو تجربه کنید به اشتراک بگذارم. خب من میخوام اول یه تکنیک بهتون بگم. در یک حالت آرام قرار بگیرید و چند نفس عمیق بکشید. نفس هایی که از شکم، وقتی دم میگیریم شکم میاد بیرون و موقع بازدم شکم میره داخل. به این شکل ابتدا نفس رو آروم خارج کنید. بعد از اینکه چند بار این دم و بازدم رو انجام دادید، میتونید به شانه هاتون رو ریلکس کنید و به این شکل ادامهش بدید. این آزاد کردن شانه ها به شما کمک میکنه که فضای تنفس، قلبتون، قفسه سینه‌تون احساس سبکی بکنه. این تکنیک شاید به نظر خیلی کوچیک و ساده بیاد، ولی خیلی برای خارج کردن استرس و رسیدن به یک آرامش نسبی به شما کمک میکنه. لطفاً انجامش بدید.